اسلام نمیذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون رو میکنن. این برخوردهای خشن در سواحل دریا نشونگر چیه؟ چه چیزی رو نشون میده؟ خانم آقایون لطفا بیا بیرون هستن. بیا بیرون. خانم بیا بیرون. حکومتی که از حجاب به عنوان یک حربه و ابزار برای کنترل شهروندانش استفاده میکنه و حتی بدن پوشیده زنان رو در آب نمیتونه تحمل کنه. با گذشت بیشتر از 3 دهه از عمر جمهوری اسلامی، برای من که در نزدیکی این محل به دنیا اومدم، هنوز این صحنه‌ها عجیبن. این منم. وقتی انقلاب شد 10 سالم بود. برای خانواده من حجاب یک موضوع شخصی بوده، نه حکومتی. و گاهی هم احترام به بزرگتر محسوب می شده. یادمه که مادرم و خاله‌هام جلوی پدر بزرگم روسری از سر بر نمی داشتن. تا اون موقع پدرم هر پنجشنبه و جمعه دست من و خواهر و برادرام رو می گرفت و به دریا می برد. اون موقع زنها می تونستن با لباس دلخواهشون شنا کنن و من تصاویر زنها رو با مایو هنوز در ذهنم دارم. اما انقلاب که شد، محل شنای زنها و مردها جدا شده بود. کنار دریا آزادی سابق و لذت و شادی قبل رو نداشت و من یادم نمیاد که دیگه با بابام دریا رفته باشم. وقتی داشت انقلاب می شد، قرار بود حجاب یه امر انتخابی باشه. اما انقلاب که شد و گروه‌های اسلامی تندرو تونستن سکان انقلاب رو به دستشون بگیرن، فرمان به حجاب اجباری دادن. زنها در مخالفت این اجبار تظاهرات بزرگی کردند. اما حرفشون پیش نرفت. در این تظاهرات حتی زنان محجبه‌ای هم حضور داشتند که خواهان حجاب اختیاری بودند. بچه‌هامون درس خوندن میخوان آزاد باشن. اینا از آزادی اینا میخوان. آزادی غربی میخوان. این است. امروز اگر یک هم چیزی بشه، اینها را ما خواهیم تکلیفشون را معین کرد و دولت هم معین کرد. در وقت دولت طوری که وزیر کشور گفتن ما جلوشو گرفتیم. پس از انقلاب 57 آروم آروم مردم یاد گرفتن که توی خیابون به دلخواه جمهوری اسلامی لباس بپوشن و در خونه به دلخواه خودشون. و این یک فرهنگ دوگانه‌ای رو در جمهوری اسلامی به وجود آورد که هنوز هم ادامه داره. نشون دادن این عکس‌ها در محیط‌های رسانه‌ای داخل کشور ممنوعه و من مجبورم حتی اینجا خارج از مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت اشخاص صورت‌هاشون رو به این شکل محو کنم. مگه بندر پهلوی‌ها مردن که زن و مرد با هم در یه دریا برند و مسئول اجرا اشتراک بشن؟ با وجود تلاش زیاد حکومت برای پیاده‌سازی حجاب و شیوه‌ای از زندگی با تعاریف اسلامی دلخواهش، مردم هنوز هم با تمام محدودیت‌ها به دریا رفتن ادامه میدن. این تغییرات اجتماعی برای من که در شهری ساحلی رشد کرده بودم قابل درک نبود و به همین خاطر تلاش کردم تا اونجا که میتونم این صحنه‌ها رو به عنوان شواهدی از زندگی معاصر و دوره خودم مستند کنم. گرفتن این عکس‌ها برام راحت نبود چون میتونست برام دردسر درست کنه. اما من عکاس بودم و در همین منطقه رشد کرده بودم و میخواستم این موضوع رو ثبت کنم. برای گرفتن این عکس‌ها با دختر خردسالم به دریا رفتم و گذاشتم که اون شنا کنه و من هم عکس‌های یادگاری ازش بگیرم و در همین خلال عکس‌هایی رو که می‌خواستم هم گرفتم.
طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی منابع مالی فراوانی رو برای ترویج و تشویق حجاب اختصاص داده و برنامه‌های زیادی رو برای جا انداختن حجاب به سبک دلخواهش در کشور اجرا کرده. از نقاشی‌های دیواری گرفته تا نمایشگاه‌های مختلف لباس و کارگاه‌های حجاب در دانشگاه‌ها، سمینارها و حتی نمایشگاه حجاب در موزه هنرهای معاصر تهران. دامنه این دست کارها به صفحات مجلات و روزنامه‌ها هم کشیده شده. این شخص یک دیپلمات برزیلیه که به این شکل روتوش شده تا در مجله‌ای قابل چاپ بشه. و گاهی هم این جرح‌ها به موارد بسیار جزئی نیز میرسه. برخی از فیلم‌های سینمایی خارجی نیز این گونه مورد روتوش و سانسور قرار میگیره تا قابل پخش در بازار ایران بشه. اینم کیسیه من. فیلم دت ریس یکی از این نمونه هاست. ناتالیا مارتینز که با این شکل و شمایل در نمای پایانی ظاهر میشه، در نسخه پخش شده در ایران این گونه حجاب در بر میکنه. هیچ کس تو این دنیا کامل نیست. منم نیستم. این اتفاق حتی در فیلم‌های انیمیشن کودکان هم میفته. پریمری به من گفتن که شما تقصیر من نیست بانوی من. صبر کن، من این داستان رو بلدم. فراجی پروتو. پرنسس قورباغه؟ آره مادرم این داستان رو برام گفته، هر شب برام میخوندش. آره خودشه، راه حل همینه. تو بس منو لمس کنی. ببخشید. قول میدم چندشت نشه. فروشگاه‌های لباس هم مسئول نمیمونه. ماموران پلیس به فروشگاه‌های لباس زنانه میرن و لباس‌ها رو توقیف و برخی فروشگاه‌ها رو پلم میکنن. در خلال این مراسم یا بازی یک سویه، اگه مخالفتی از سوی مالکان و فروشنده‌ها ابراز بشه، باید دردسرهای بازداشت رو به خودشون بخرن. هر سال تو فصل گرما که مردم لباس‌های راحت‌تری میپوشن، موج کنترل مردم دوباره راه میفته و همه مقامات در مورد حجاب حرف میزنن و پلیس‌ها خیابون‌ها رو غرق میکنن. مردان هم از این قاعده جدا نیستن، اما سوی تیز این تیغ بیشتر متوجه زنانه تا مردان. معمولاً هم برای یکی دو روز اول تعدادی عکاس، فیلمبردار و خبرنگار رو میبرن تا از گشت‌های ارشاد عکس، فیلم و خبر تهیه بشه تا از این طریق این قدرت و سلطه حکومت به مردم رو به نمایش بذارن. برخی اعتقاد دارن که حجاب اجباری پرچم قدرت سیاسی در ایرانه و در واقع نشانه‌ایه که نه تنها اسلامی بودن این جمهوری رو به دنیا ثابت میکنه، بلکه ابزاریه برای به راه کشیدن قدرت و سلطه بر مردمی که در خود ایران زندگی میکنن. وضع انواع قوانین و مقررات، برخوردهای خشن و اصرار سمجانه حکومت ایران برای بالا نگه داشتن این پرچم شاید دلیل خوبی برای پذیرفتن این ادعاست. در چنین شرایطی باز هم مردم به دنبال راه خودشون میرن و شادی‌هاشون رو اینطور زنده نگه می‌دارن. حتی اگه این شادی‌ها خیلی وقتها دوام چندانی نداشته باشه. اما همیشه هم در بر این پاشنه نمیچرخه. و حالا مردم بیشتر اعتراض میکنن.
حالا من اینجام. کیلومترها دور از سرزمینی که توش به دنیا اومدم و رشد کردم. اینجا هم البته با دخترم به دریا میرم. اما ایران سرزمینیه که دغدغه‌هاش همیشه با منه و وقتی فرصت حرف زدن بهم داده میشه دلم میخواد حرفهای نگفتم رو بزنم. حرفهای نگفته نسلی که هرگز اجازه نداشت تا برای داشتن یا نداشتن حجاب فرصت آری یا نگفتن داشته باشه. فرقی نمیکنه دختر باشی یا پسر. حجاب اجباری انتخاب هیچ کدام ما نبود.